با من همراه باشید با نحوه طراحی الگوی چادر ماشین. برای طراحی چادر ماشین ابتدا بیشترین بیرون زدگی جلوی سپر رو بایستی در نظر بگیریم که بیشترین بیرون زدگی این قسمت کار رو از همینجا مشخص میکنین و به این صورت علامتتون رو روی کار لحاظ میکنین. برای بیشترین بیرون زدگی قسمت انتهای کار هم سپر انتهای جلوی کار، ببینید این قسمت داخل رفتگی داره، این قسمت بیرون زدگی داره. بیشترین بیرون زدگی رو در نظر میگیریم به این صورت و علامتمون رو روی کار لحاظ میکنیم. بعد از اینکه علامت رو روی کار لحاظ کردیم، برای به دست آوردن طول الگو ما از همین قسمت متر میکنیم و 140 یادداشت میکنیم. طول قسمت این کار ما شد 150 به علاوه 150 به علاوه 140 که یه 5 سانت هم برای سمت جلو و پشت کار اضافه میگیریم که یه خورده آزادتر باشه روی کار و 150 میگیریم 140 آخر رو که در انتها به ما میده 4 متر و نیم برای طول کار ما. حالا برای به دست آوردن عرض الگومون ببینید ما وسط کار، وسط 2 تا درب ماشین رو علامت ها رو روی کار مشخص کردیم که میخوایم ارتفاع هر کدوم از این قسمت ها که بدونیم چقدر بایستی به سمت بالا بریم رو به دست میاریم و این که بخوایم این ارتفاع ها رو اول به دست بیاریم ما بایستی اول فاصله وسط درب رو، این که چقدر بخوایم به سمت جلو بیایم رو روی کار بایستی لحاظ کنیم. برای این کار ما وسط که بیشترین ارتفاع رو داریم وسط 2 تا درب هستش که سایز این قسمت رو به دست میاریم. ارتفاع بزرگترین قسمت کار که برای من شده 133، 6 سانت هم برای قیتون دوزی دور آخر لحاظ میکنیم روی کارمون. 133 ببینید وسط کار من ارتفاع بوده 133 به علاوه 6 سانت که این ارتفاع کار من بوده. حالا ما این ارتفاع رو به دست بیاریم، این که چقدر از اینجا بیایم به سمت جلو روی هر کدوم از این الگوهامون مشخص میکنیم. ببینید از این قسمت وسط تا این قسمت گوشه بالای شیشه میشه حد فاصله این قسمت کار که این حد فاصله رو از قسمت بالا در نظر نمیگیریم، این رو میاییم به سمت پایین و از قسمت بیشترین برجستگی روی ماشین ما این سایز رو به دست میاریم. از همینجا من این فاصله رو به دست میارم که برای من شد 48 سانت. حالا همین فاصله رو از اینجا تا قسمت پایین شیشه که این شکستگی پایین شیشه، این فاصله رو هم برای من ببینید از اینجا شد 84 سانت. پس این 2 تا فاصله رو یادداشت میکنیم. فاصله اول که از این قسمت بایستی بیاد به اینجا برای من شد 48 سانت و این فاصله دوم برای من شد 84 سانت. فاصله سوم که از این برجستگی تا همین قسمت پایین میاریم و از اینجا تا این قسمت بیرون زدگی لحاظ میکنیم که برای من شد 110 سانت. این 110 سانت رو هم بایستی بیایم به سمت جلو و یادداشت کنیم روی کار. حالا این قسمت فاصله ها مشخص شد، اینکه چقدر ارتفاع لحاظ بشه روی کار هم ببینید از اینجا که سایزش رو گرفتیم تا پایین مشخص کردیم. حالا این ارتفاع این قسمت کار از همینجا سایز میگیریم تا این قسمت کار برای من شد 124 سانت که این 124 سانت ارتفاع دوم رو به علاوه 6 سانت زاپاس دوخت میکنم
تا این قسمت مثلا برای من شده این ارتفاعی که به دست آوردم. این قسمت ارتفاع کارمون هم که وسط کار بود، مثلا این قسمت کار میشد علامت میزنیم، به صورت نقطه علامت میزنیم و ارتفاع بعدی هم به همین صورت که از همین شکستگی انتهای شیشه ما مترمون رو میگیریم تا این قسمت کار برای من شد 85 سانت که این 85 رو به علاوه 6 سانت میکنم و این نقطه این قسمت شما با متر که بعد متر میکنین به دست میاد. حالا قسمت جلوی سپر که از همین قسمت تا این قسمت کار برای من شد 60 سانت که این 60 سانت رو هم به علاوه 6 سانت میکنم و علامتش رو روی کار لحاظ میکنم. حالا شما میتونید این قسمت نقطه ها رو به صورت فرضی به هم دیگه برسونین یا یه متری هم بزنین که دقیق تر باشه. ببینید از همینجا مترتون رو میارین تا این لبه شکستگی بود متر میکنین که قسمت بالای کار برای من شد 96 سانت. یعنی ببینید این نقطه رو میخوایم برسونیم به این قسمت 96 سانته. حالا از همین قسمت ببینید از همینجا باز متر میکنن تا این قسمت بالای شیشه برای من شد 93 سانت. این فاصله ای رو که بعد 93 سانت که حالا میخواین اوریبش رو یک ذره به سمت بالا باشه، کمتر باشه یا بیشتر باشه، با این سایزی که به دست آوردین لحاظ میکنین روی کار. این قسمت بالای کار هم تا وسط کار برای من شد 60 سانت. این 60 سانت رو هم روی کارمون نقطه ها رو به هم دیگه وصل میکنیم. حالا برای قسمت انتهای کار هم فاصله رو از وسط در از قسمت بالای کار تا انتهای بالای شیشه عقب میاریم به سمت پایین، میفته روی شکستگی این قسمت در. پس ما از وسط کار نمیایم از بالا متر بزنیم، میایم از همین قسمت وسط تا این شکستگی در دسته ماشین برای من شد 94 سانت. این 94 سانت رو فاصله ای که باید از وسط درب بیایم به این سمت برای من شد 94 سانت و انتهای شکستگی شیشه هم ببینید از این قسمت تا اینجا بایستی متر کنیم. از اینجا تا اینجا برای من شد 57 سانت. این 57 سانت فاصله رو هم روی کارم لحاظ میکنم و آخرین جایی رو هم که سایز بایستی بگیریم این قسمت تا این قسمت سپر انتهای کاری که برای من شد 50 سانت. این 50 سانت رو هم روی کار لحاظ میکنیم که این فاصله ها وقتی مشخص شد حالا ارتفاع هر کدوم از این فاصله ها رو به دست میاریم. ببینید انتهای شیشه از قسمت بالا متر میکنیم تا همین قسمت کار برای من شد 127 سانت. 127 رو به علاوه 6 سانت میکنم. هر چند سانت شد میایم علامتش رو روی کارم لحاظ میکنم. قسمت بعدی انتهای شیشه از همینجا مترمو میذارم تا لبه قسمت پایین کار برای من شد 102 سانت. این 102 سانت رو هم به علاوه 6 سانت میکنم و علامتش رو روی کارم لحاظ میکنم. انتهای کار هم از این قسمت کاپوت تا این لبه انتهای کار برای من شد 88 سانت. 88 سانت رو به علاوه 6 سانت میکنم. به علاوه 6 سانت علامتش رو روی کار لحاظ میکنم. حالا برای سایز این قسمت بالای کار هم یه متری رو میزنیم که الگوی دقیق تری روی الگومون لحاظ کنیم. از همین وسط کار تا انتهای بالای شیشه برای من شد 81. از اینجا تا اینجا برای من شد 68.
ببین متر میذاریم تا اینجا میاد 81. باز از این قسمت که میخوایم وصل کنیم به این قسمت برای من شد 68 سانت. و قسمت انتهای کار هم ببینید این قسمت بیرون زدگیش بیشتره اما این قسمت کمتره. برای همین وقتی این سایز رو ما میگیریم، این قسمت کار رو بخوایم الگومون رو حالت اوریب کنیم روی کار، این سایز رو وقتی بگیریم دقیق‌تر میتونیم لحاظ کنیم که برای من شد 40 سانت. ببینید این 40 سانت ممکنه اینجا تموم بشه و ما این قسمت رو بایستی از توی الگومون حذف کنیم. ببینید حالت مدل خود ماشین که این الگو از این قسمت حذف میشه حالت هلالش و قسمت جلوی کار هم این 96 ما ممکنه که اینجا تموم بشه چون این سپر جلو بیرون زدگیش بیشتر بود و این رو همون حالت خود ماشین به این صورت هلال میکنیم و این قسمت رو از توی الگومون حذف میکنیم. حالا برای به دست آوردن نوار بینی که بایستی به این دوتا الگو دوخت کنیم، ما 3 تا الگو داریم، 2 تا از این بایستی برش بزنیم، یه دونه نوار بین. برای اینکه نوار بین رو به دست بیاریم طول نوار بین ما میشه از اینجا شما متر میکنین، دور تا دور کار رو که متر کردین میشه طول مستطیل شما میشه همین قسمت که متر کردین. حالا عرض مستطیل شما اگر خواستین آینه ماشین رو جداگونه کاور نکنین و مستقیم با همین نوار بین باشه، شما بایستی بیشترین نوار بین یعنی سقف ماشین عرضش کمتره، قسمت جلوی کاپوت عرضش از همه جای ماشین بیشتره. پس برای اینکه این آینه رو هم پوشش بده، ببینید این قسمت 1 ذره 5 سانت میایم به سمت پایین، از همین قسمت تا اون قسمت که بیشترین عرض ماشین هستش رو سایز لحاظ میکنیم برای عرض نوار بینمون که متر میکنیم هر چند سانت بود. ببینید 150 سانت، اینجا هم 5 سانت اضافه میکنیم میشه 155. برش میزنیم، طولش هم که شد همین طول دور تا دور کار که این رو بعد به 2 طرف الگو دوخت میکنیم و دور آخر رو هم کشدوزی یا قیتون دوزی میکنیم و بندک میذاریم.